عرض سلام و ادب. عزیزان، فرکانس به معنی تعداد امواج صدا در واحد زمانه. هر چقدر تعداد این امواج در واحد زمان بیشتر باشه، ما طول موج کوتاه‌تری داریم و صدای زیرتری میشنویم. به اصطلاح صدای نازکتری میشنویم. هر چقدر تعداد این امواج در واحد زمان کمتر باشه، ما طول موج بلندتری داریم و صدای بمتری میشنویم، یا به اصطلاح صدای کلوفتری میشنویم. تأثیر این فرکانس ها، این صداها، این طول موج ها بر روان انسان چیه؟ صداهای زیر باعث به هم ریختگی روانی میشه، مثل صدای کفتار یا صدای شغال، باعث عصبی شدن آدم میشه. صداهای بم مثل صدای شیر و یا صدای رعد و برق باعث لرزه انداختن و یا ترسیدن میشه. پس صدای زیر باعث عصبی شدن و صداهای بم باعث ترسیدن و لرزه انداختن میشه. شما صدای رعد و برق رو نگاه کنید، میبینید لرزه بر ساختمان و یا میتونه باعث شکستن شیشه میشه و باعث ایجاد ترس میشه. حالا شما صدای یه بوق خیلی نازکی تو خیابون در نظر بگیرید، چطوری آدمو به هم میریزه و اعصاب آدمو خورد میکنه. پس میخوام بگم فرکانس ها، صداها با روان انسان رابطه دارن. جدا از این که میتونن حامل انرژی باشن. شما قبل از ورود به تونل دیدید تابلو زده که از بوق زدن داخل تونل خودداری کنید، به دلیل اینکه امواج صدا حامل انرژی هن. یعنی میتونن انرژی انتقال بدن. همونطور که رعد و برق عرض کردم، با صداش میتونه شیشه رو بشکنه، یا هواپیماهای جنگی با شکستن دیوار صوتی میتونن پرده گوش افراد رو پاره کنن. پس عزیزان، این مواردی که خدمتتون عرض کردم خرافات نیست، روانشناسی زرد نیست، کاملا علمیه و کاملا وابسته به علم فیزیک. همونطور که امواج صدا یا صداها میتونن اعصاب خورد کنن، میتونن مخرب باشن، میتونن ویرانگر باشن، اگر درست مهندسی بشن، اگر درست کنار هم قرار بگیرن و اگر متناسب با روان انسان باشند، میتونن حس خوشایند، میتونن آرام بخش باشند، میتونن حس خوبی بدن و میتونن باعث کاهش تنش بشن. من علی قوامی هستم. در این کانال یک سری موسیقی ها تولید کردم که با تکنیک های کاهش تدریجی و یا افزایش تدریجی فرکانس صدا امیدوارم بتونم باعث آرامش، باعث کاهش تنش عزیزانی که گوش میکنن بشن. عزیزان، تمام کارهای این کانال کار خودم هست، از هیچ جا کپی نشده. من خودم هم از اینها استفاده میکنم با هندزفری هنگام خواب. حالا افرادی که اصطلاحا میگن اوورثینکر فکر میکنم، افرادی که نشخوار فکری دارن قبل خواب، واقعا اینا به دردشون میخوره. با هندزفری یا با یک سیستم صوتی با کیفیت، با صدای مناسب، صدا نباید زیاد بشه نباید کم. صدا زیاد باشه اون فایده رو نداره. با صدای مناسب، با سیستم صوتی مناسب، با هندزفری قبل از خواب طوری باشه که وقتی که کار تموم شد رو آهنگ بعدی نره، رو ویدیو بعدی نره، چون امکان داره از خواب بیدار بشید. امیدوارم که موفق باشید، امیدوارم که اثر بخش باشه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.